خوبی شما؟ سلامتین؟ سلامت باشید. زنده باشید. شرمنده من این چند روزشون نه خواهش میکنم. سلامت باشید. نه شما ببخشید ما مزاحم شدیم. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. الان اوکی تایم دارید صحبت کنیم؟ مزاحم نباشید. نه سلامت باشید. خواستم حالا من نمیدونم خود علی هم با تو صحبت کردن یا نه. ما تو بازی که کردیم اینجوری بود که حالا یه لایو بچه‌ها گفتن علی با شما داشته باشه. من گفتم تماس بگیرم بپرسم چه شکلیه چه مدلیه. اصلا هم یعنی دعواسی نکنید اگه بگید نه که کلا نه، اصلا چیز خاصی نیست، بازی بوده. بچه‌ها حالا اینجوری گفتن به علی که اگه مثلا اوکی مادر امیرعلی یه لایو حالا با هم دیگه داشته باشید. ولی خب من میدونم شما خیلی اهل فضای مجازی اینا نیستید، چون با علی هم صحبت میکردم قبلا بهم گفته بود. حالا من گفتم با زنگ بزنم ازتون بپرسم، حالا وظیفه‌م دونستم تماس داشته باشم. اولا که به خاطر زنگتون سلامت باشید. حالا من نمیدونم این کاری بوده یا مثلا حالا از یه چیز دیگه تماس گرفتین؟ نه کاری که من میگم چون ویدیو رو نمیدونم خودتون میبینید یا نمیبینید. بله ماشاءالله شما کارتون خوب بوده، کلا توی اکسپلور میارن. سلامتش قربانش. بعد ما تو بازیمون اینجوری بود که یه لایوی با حالا جملهش که حالا واسه شما خیلی درست نیست، با اکستون داشته باشید و حالا شاید اشتباه از ما بود که فیلتر نذاشتیم، ولی یکی از بچه ها گفتش که علی حقیقت تو برو با مادر علی امیرعلی. بعد که ما همونجا تو ویدیو هم گفتیم که به حال شرایط خاص نمیشه حالا خیلی چیزا رو روش تاکید بشه و انجام بشه و این داستان. حالا ما تماس میگیریم به هر حال نظر خودتونه، یعنی اگر احساس میکنه اتفاقی قرار نیست بیفته برای آینده امیرعلی یا برای خودتون این صحبت و این داستانو که بگم که اصلا کلا مشکل نداره شما قبول نکنید. من اینکه به خاطر زنگتون گفتم ازتون تشکر میکنم به خاطر این زنگی که زدین. حالا ولی چون من خودم یه ذره تو این فضا و اینا کلا نیستم، بعد توی حالا این اینستاگرام یه پیج خیلی معمولی بعد فعالیتی هم ندارم کلا تو فضای مجازی. درست. بعد خودم یه ذره رویاتم با این چیزا بله در جریانم. بله خود علی آقا حالا بهتر میدونم. بله واسه تعریف که حرف درست. بله ایشون خیلی تغییر کرد از مدلی که بوده، حالا از اتفاقایی که پیش اومده براش توی این بالاخره چند سالی که گذشته. ولی من خودم حالا در رابطه با اگه درست شدن این قضیه باشه من باهاشون صحبت کردم. اگه مثلا قرار درست شدن زندگی ما باشه باید خودشون یه تصمیم بگیرن. برای حالا قدم جلو گذاشتن باید یه خودشون یه تصمیم بگیرن در رابطه با خودشون، نه از طرف من مثلا نه باشه یا مثلا چیز باشه از طرف من. به خاطر حالا اتفاقایی که پیش اومده و اختلاف نظرهایی که داشتیم ولی یه جورایی کشیده شد تا اینجا. بله درست. من فامیلی شریفتون رو ببخشید نمیدونم. فامیلی من یه ذره سخته. عجملویی هستم. عجملویی؟ بله. خانم عجملویی من حالا با علی یه تایمی که با هم صحبت میکنیم یعنی بیشتر فاز درد و دل حالا علی با من به عنوان برادرش حالا میشه با هم صحبت میکنیم یه چیزایی رو حالا خیلی کوتاه با هم صحبت کرده. حالا مسئله چی بوده، اختلاف سر چی بود، نه کاملا، خیلی این که شما با فضای مجازی کلا مشکل داری حالا هر دو. خب من اینو کاملا به شما حق میدم و اصلا هم تو جایگاهی نیستم که بخوام خدا نکرده ما بخوام دخالتی داشته باشم یا اصلا هر چیزی. به هر حال شما جفتتون تصمیم گیرنده و من این تماسم واقعیت بیشتر به خاطر این که چون این حرف افتاد تو برنامه و ما خب باید حالا انجامش بدیم دیگه. خب ما
انجام دادن صرفا بابت این تماسه بوده، نه اینکه حتما شما تو اون لایف حضور داشته باشی یا خیلی چیزای دیگه. خیلی بهتره که اصلا جدا از فضای مجازی این صحبت‌ها اگه قرار شما صحبت داشته باشید تو خلوت خودتون توی کافه جایی اصلا بشینید با هم دیگه صحبت کنید، سنگاتون رو بگیرید، نه جلوی مردم که بخوان خیلی قضاوت هم حالا این وسط اتفاق بیفته خیلی چیزای جدیدتر حالا اضافه بشه و این داستان. نه من حق میدم کاملا بهتون. پس خب اصلا اوکی نیستید با لایو؟ با لایو نه. بله. چون خودم میگم که خودم من حالا شما منو نمیشناسید. من یه ذره از نظر حالا نه بخوام بگم به خاطر مردم وجه خودم اینجوری نیست. حالا تو رویاتون سازگار نیست همچین چیزی. آره. که بخوام مثلا تو فضای مجازی حالا فعالیت داشته باشم یا مثلا حالا به خاطر آدم به خاطر زندگیش خیلی کارا میکنه. بله. منم خیلی کارا کردم. درسته. بله. حالا من لایوی که شما اون شب فکر کنم یادم نیست چند شب پیش بود متأخر شب لایوی داشتیم امیر با سحر. آها فهمیدم. لایو خودم بود شنبه بود. همه رو ندیدم ولی یه شبی بود که فکر کنم شما با تک تک این بچه‌ها اون شبی که علی آقا تمام این گفتی که با امیرعلی اومده فلان و اینا ریشاشو زده بود، شبیه امیرعلی شده بود. بله. بهش می اومد ولی زده بود. ما عزتش میکردیم ولی بهش می اومد. بعد من اون لایو شما رو دیدم. حالا دور از من خودم وقتی که زمانی که حالا علی آقا رو انتخاب کردیم ما همدیگر رو ما کاملا از این اختلاف فرهنگی همدیگه خبر داشتیم که همدیگر رو انتخاب کردیم. ولی خب حالا یه ذره چی میگن اختلاف دیگه آره میکشه بالاخره این اتفاق میفته. ولی خب من حالا چی میگن شما جای بنظر بزرگتر زنده باشید عزیز. من رفتار شما که لایو دیدم چی میگن از نگاه طرف از رفتار طرف مشخص میشه. درسته که شما توی یه جایی هستین که همه خیلی راحت با هم دیگه ارتباط داریم. آره خیلی راحت هستین ولی اون نمیخوام دینیش کنم و اینا ولی من یه تیکه از لایو شما رو دیدم که یکی از بچه‌ها اومدن از نگاه شما اون حیاه اون فلانه بوده. یعنی من خودم خیلی خوشم اومد به شخصه با این نظراتی که دارم با این دیدی که دارم میگم شما رو تایید میکنم. سلامت باش. به هر حال ما هممون تو خانواده ایرانی گذاشته دیگه این تو هممون وجود داره. لطف اینم لطف شما سلام وجود داره ولی خب یه چیزایی یه رفتارهایی هست که آدم از بقیه خاص‌تر میکنه جدا میکنه. مرسی ممنونم از سعید. خدا حالا همین آرتا رو براتون نگه داره. سلامت باشید عزیزی. همچنین شما عزیزی. ممنونم. مرسی. قربان شما. من اگه کاری از دستم در بیاد انجام میدم ولی میگم لایو بله. نه من خودم هم واقعیت میگم این چون یه چیزی بود که توی ویدیو اتفاق افتاد و ما اصلا دوست نداشتیم اون لحظه آره یعنی بخوایم بگیم نه اون داستان گفتیم باز حالا بذار ما بپرسیم. به حال الان من صادقانه دارم ویدیو میگیرم بابت این صحبت ها که شفاف باشه ولی این ویدیو رو هم هیچ جایی من نمیذارم فقط بابت این که اگر خودتون اوکی بودید من داخل تلگرامم بذارم که آقا صحبت شد خیلی راضی نبودم. اگر باز اجازه اصلا ندید به ما که همینم ما استفاده بکنیم من خیلی راحت فقط داخل تلگرام بنویسم که من صحبت کردم اوکی نبودن با فضای این که تو فضای مجازی جلوی دیده همه بخوان این صحبت اتفاق بیفته. در هر صورت همه شما رو درک میکنن هم شما و هم علی رو به خاطر امیرعلی و حالا اصلا شرایط خانوادگی و زندگی خودتون و اصلا نه من اصرار میکنم نه خود مردم حتی اصرار دارن فقط من چون جزء وظیفه‌ام بود اینو انجام دادم و تماس گرفتم. لطف شما میگم من تشکر میکنم به خاطر همین زنگی هم که زدید. حالا من یه سوال آخر فقط بپرسم و دیگه مزاحمتونم نشم وسط روزم از چک کار داشته باشم. من این ویدیویی که الان بابت این تماسمون
همین صحبتی که الان با هم کردیم و گرفتم رو اجازه هست داخل تلگرام بذارم یا نه. اصلا رو درواسی نکنید، خیلی راحت. اگه نه بگید نه من فقط داخل تلگرام می‌نویسم که من صحبت کردم اوکی نشد. اگه نه مشکل ندارید همینو بذارم، مردم شما رو درک میکنن. قشنگ صحبت شما هم شنیدم، خدای نکرده موقع سوء تفاهمی هم پیش نمیاد و قضاوت هم نمیشه. هر جور خودتون راحتید. اگه احساس میکنید نه بگید نه، هیچ تعارف هم نکنید. برای شما که بد نمیشه؟ نه اصلا بر ما بد نمیشه. همه درک میکنن. به هر حال شاید یه سری صحبت ها کرده الان اصلا دوست ندارید پخش بشه. اصلا چیز عجیبی نیست. پس همین چیزم نباشه. نه آره. نه خیالتون راحت. نه من فقط عنوان میکنم که شرایط لایو رو نداشتید. خیالتون راحت باشه. زنده باشید، قربان شما، سلامت باشید. ببخش باز من مزاحمتون شدم، امیرعلی هم بنویسید. سلامت باشید. اگه کاری چیزی کمکی هر وقت دست ما برمیاد بگید من انجام میدم. شما لطف زنده باشید، سلامت باشید. خیلی مخلصم. زنده باشید. شما به خانواده محترمتون سلام برسید. عزیزی قربان شما. مخلصم. خدا نگهدار. نخواستم حالا حضور داشته باشم، بعد این 10 دقیقه صحبت هم کردم دیگه، حالا نخواستم که باشه. باز من این تشریح میذارم که ببینید. خوشو چطوری؟